هیچ امکان نداره که ما نرسیم یک زمینه را مساعد بسازیم به خاطر آموزش طبقه اوناس. در عرصه مساعد ساختن کار به خانم ها خیلی کمک کردن. تمام بخش‌های طبی نیاز داره به تکنولوژی. هدف اول صداقت کاری. کوششی که من حیث یک برادر از طرف از اونا باید میشد برای من انجام داده. نام شیرشاه است، فخری تخلص میکنم. یک تن از دکتران کلینیک دندان فخری و همچنان رئیس کلینیک دندان فخری می باشم. اسناد مدیم دی است و استوماتولوگ می باشم. ما 14 سال پیش همین کلینیک که ایجاد کردیم همراه دکتر صاحب مژگان فخری. اونا همشیره کلان هستند، در بخش کاری خود متخصص هستند، البته در بخش ارتودنسی، همین دندان هایی که بی‌نظم است اونا را راست میسازه در قوس دندانی. تمام بخش‌های طبی نیاز داره به تکنولوژی، ولی دندان یک بخش است که به تکنولوژی بیشتر نیاز داره. ما الحمدلله کوشش کردیم که در کلینیک خود بخشایی را جور بکنیم که دکترای خود از سطح سویه تحصیلیشان، تجربهشان بالا بریم و امکانات و تکنولوژی کلینیک خود بلند ببریم و همچنان امی مواد که وارد میشه، مواد را که آدم استفاده میکنه برای مریضا، این هم کیفیتش بلندتر باشه که الحمدلله ما هم سی کار کردیم. فعلا کلینیک ما تقریبا در جمع کلینیک های مدرن و پیشرفته افغانستان محسوب میشه. ما در حدود 20 نفر استاف داریم که در بین از اینا 18 نفر از اینا از طبقه اوناس هستند. در بین 20 نفر 10 نفر دکتر داریم، 10 نفر هم اسیستان داریم. در همین تیم که ما هستیم تقریبا چندین نفر متخصصین هم موجود هستند و 10 نفر اسیستان که داریم اونا هم سمسترهای 8 و 9 و 10 و 11 و 12 هستند که یک تعداد سمستر 12 هم خلاص کردن ولی اگزیت اگزم ندادن نظر به مشکلات و شرایط اونا هست. ما کوشش کردیم که در همینجا هم یک خدمات خوب برای مریضای خود بدیم و هم یک زمینه را مساعد بسازیم به خاطر آموزش طبقه اوناس، کسایی که به حساب از قسمت درس چیزا باز ماندن. مدت 1 سال میشه که من اینجا کار میکنم همراه دکتر صاحب شیرشاه فخری و دکتر صاحب مژگان فخری. اینا بسیار یعنی در عرصه مساعد ساختن کار به خانم ها خیلی کمک کردن و یک محیط بسیار خوب به ما در اینجا فراهم کردن که ما میتونیم در اینجا کار کنیم، پیشرفت کنیم. خب این برادر ما دندانش کریز داره، پوسیدگی یعنی کرم خوردگی داره، دندانشان تداویش نیاز است که باید عصب کش شود. اگر ما بتانیم که از یک تداوی درست و نتیجه بخش انجام بدیم، یک تداوی معیاری را انجام بدیم، ده 3 چیز ضروری است. یک، نالج و تجربه دکتر است. دوم، تکنولوژی و وسایل پیشرفته رول خاص خود داره. سوم، مواد با کیفیت است. اگر انسان بخواه که تعریف از دوست خوب کنه، انسان خوب کنه، بهترین برادر، بهترین دوست برای من دکتر شیرشاه بوده که از دوستای من که نزدیکتر بوده و همیشه وقت مثل یک دوست مرا اگر کدام مشکل پیش آمده کمک کرده، همکاری کرده و در این عرصه که من تانستیم دکتر شوم، در این مقام برسم. تمام زحمات کوششی که من حیث یک برادر از طرف از اونا باید میشد برای من انجام داده و در ضمن بسیار یک دکتر خوب، لایق، ماشاءالله موفق هستند. پیام به دوستا و جوانا و عزیزایی که در کشور هستند همی است که اول اونا صادق باشند. در هر مسلک هستند، دکتر هستند، انجینیر هستند، معلم هستند، کارگر هستند. هدف اول صداقت کاری است، دوم علاقه به همون کار است. در هر جایی که ما شما زحمت بکشیم، تکلیف بکشیم، جنجال بکشیم و صادقانه کار بکنیم، انشالله که نتایج خوب میگیریم. انسان پروردگار قسم خلق کرده که تکلیف بکشیم، زحمت بکشیم، هر هدف را که ما تعیین کردیم به هدف خود میرسیم. هیچ امکان نداره که ما نرسیم. بسیار کم از مردم است که هدف تعیین بکنه، به هدف خود زحمت بکشه، به اون نرسه. دیگه انشالله کوشش بکنیم که من حیث یک مسلمان در هر جایی که هستیم، در هر نقطه دنیا هستیم، با صداقت داشته باشیم، کار خود دوست داشته باشیم و در همون کار ما پیشرفت میکنیم ولو هر کاری که باشه.